اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس من میخوام برای شما درباره حمزه وصل بفهمم ان شاء الله. حمزه وصل همون الف است که در حالت واقع شدنش در ابتدای جمله ثابت مانده تلفظ کرده می شود، ولی در حالت واقع شدنش در وسط جمله ساکت شده تلفظ کرده نمی شود. خب همین الف که در بالای یک علامت هم هست، این حمزه وصل است. این را حمزه وصل گویند. خب حمزه وصل در ابتدای جمله، وقتی که حمزه وصل در ابتدای جمله باشد آن وقت ثابت مانده تلفظ کرده می شود. در اینجا نگاه کنید، حمزه وصل در ابتدای جمله است، پس در اینجا حمزه وصل خوانده می شود الحمدلله. خب حمزه وصل در وسط جمله، وقتی که حمزه وصل در مابین دو کلمه بیاید آن وقت حمزه وصل چیکار می شود؟ حمزه وصل در اینجا دو کلمه را وصل می کند و خودش خوانده نمی شود، زیرا که کار حمزه وصل کردن دو کلمه است. خب حمزه وصل در کدام حالت کدام حرکت رو میگیرد؟ در اینجا کمی وسیع گفته شدگی است، اما من مختصرا برای شما میفهمم ان شاء الله. خب در اینجا نگاه کنید، ما وقتی که حمزه وصل آمد، ما کدام حرکت که بعد از حمزه وصل آمدگی است ما آن رو نگاه میکنیم، یعنی در اینجا ما ساکن رو اهمیت نمیدیم. وقتی که بعد از حمزه وصل حرکت زیر و حرکت زبر آمد آن وقت حمزه وصل حرکت زیر را میگیرد. اما وقتی که حمزه وصل آمد و بعد از حمزه وصل حرکت پیش آمد آن وقت حمزه وصل حرکت پیش را میگیرد. فهمیدین؟ یعنی بعد از حمزه وصل وقتی که حرکت زیر و زبر آمد آن وقت حمزه وصل حرکت زیر میگیرد، و بعد از حمزه وصل وقتی که حرکت پیش آمد آن وقت حمزه وصل حرکت پیش را میگیرد، مگر بغیر از این یک حالت که در سوره احقاف آیت 4 آمدگی است که در اینجا برخلاف قاعده ما عمل میکنیم. در اینجا نگاه کنید، از روی قاعده باید اینجا حمزه وصلش حرکت پیش گیرد، اما در اینجا حمزه وصل حرکت زیر میگیرد، یعنی برخلاف قاعده. من این را کمی بعدا برای شما میفهمم ان شاء الله. خب در اینجا و در کدام حالت حمزه وصل حرکت زبر میگیرد؟ خب وقتی که بعد از حمزه وصل حرف لام آمد آن وقت حمزه وصل حرکت زبر را میگیرد. شرط همین است که بعد از حمزه وصلیه حرف لام بیاید. فرق ندارد که در بالای حمزه، یعنی حرف لام، معذرت میخوام، در بالای حرف لام علامت ساکن گذاشته شدگی باشد یا گذاشته شدگی نباشد، یعنی خوانده شود یا خوانده نشود، آن وقت چی است؟ همیشه حمزه وصل حرکت زبر را میگیرد، یعنی نوابسته از آنی که حرف لام خوانده میشد یا خوانده نمیشود. فهمیدین؟ شرط همین است که بعد از همین حمزه وصل حرف لام بیاید، آن وقت حمزه وصل حرکت زبر را میگیرد. خب و در اینجا ما گفتیم که اینجا برای خلاف قاعده عمل میکنیم. برای چی در اینجا حمزه وصل حرکت پیش نمیگیرد بلکه حرکت زیر میگیرد؟ الان من برای شما میفهمم ان شاء الله. در اصل ما در اینجا طبق قاعده عمل میکنیم، یعنی چی؟ نگاه کنید، در اصل همین حرکت پیش حرکت اصلی حرف تا نیست، حرکت اصلی حرف تا حرف زیر است. برای همین در اینجا حمزه وصلی حرکت زیر میگیرد. فهمیدین؟ یعنی ما در اصل در حقیقت ما از روی قاعده عمل میکنیم، اما ظاهرا یعنی ظاهرا مقصد ما در اینجا حرفی، یعنی معذرت میخوام، حرکت زیر رو نمیبینیم، حرکت پیش رو میبینیم. پس ما این را ظاهرا میگیم که ظاهرا بر خلاف قاعده عمل میکنیم، اما در حقیقت ما با قاعده عمل میکنیم. خب برای چی این حرکت زیر حرف تا مبدل به حرکت پیش شد؟ خب در اینجا نگاه کنید، بعد از حرف تا حرف واو اومد، به خاطر همین واو همین حرکت زیر تا مبدل به حرکت پیش شد. یعنی فهمیدین؟ حرکت اصلی حرف تا یعنی حرکت زیرش به خاطر همین واو مبدل به چی شد؟ به حرکت پیش شد. فهمیدین؟
یعنی همین حرکتی پیش اصلی حرکتی تو نیست. اصلی حرکتی تو چی بود؟ حرکتی زیر بود. پس اینجا در حقیقت ما یعنی با قاعده یعنی عمل میکنیم، اما ظاهرا که ما در اینجا هر حرکتی پیش میبینیم، پس ظاهرا میگیم که یعنی بر خلاف قاعده عمل میکنیم. فهمیدین؟ خب و نگاه کنید در سوره احقاف آیت 4 ما که الان گذاشتیم، در اینجا نگاه کنید وقتی که ما این دو کلمه رو وصل میکنیم، نگاه کنید وصلش که میکنیم، پس همین تو به همین همزه ساکن وصل کرده خوانده میشود. مثال استعیذ بالله فی السماوات ائتونی. دیدین وقتی وصلش میکنیم چی میشود؟ همین تو به همین همزه ساکن وصل کرده خوانده میشود. اما نگاه کنین وقتی که ما در اینجا وقف کنیم و از اینجا شروع کنیم، اون وقت چه خیلی میشود؟ در اینجا نگاه کنین، در اینجا ما وقف میکنیم و از این کلمه شروع میکنیم. وقتی که ما از این کلمه شروع کردیم، اون وقت میدونین چی میشه؟ همین همزه ساکن مبدل به یای ساکن میشود. در اینجا یا حرفی مد میشود، زیرا که وقتی حرف یا حرفی ساکن شد و پیش از حرف یا حرفی است که حرکتی زیر داشته باشد، آن وقت یا حرفی مد میشود. فهمیدین؟ وقتی که در اینجا ما وقف میکنیم و از اینجا شروع میکنیم، آن وقت همین همزه ساکن مبدل به یای ساکن میشود که چه خیلی خوانده میشود. مثال استعیذ بالله فی السماوات، در اینجا وقف کردیم و از اینجا شروع میکنیم استعیذ بالله ایتونی. دیدین همین همزه ساکن مبدل به یای ساکن شد. اما وقتی که ما در اینجا وقف نکنیم و این هر دو رو وصل کنیم، اون وقت چی می شود؟ استعیذ بالله فی السماوات ائتونی. دیدین یعنی که این دو کلمه رو با وصل کردیم و همین تو با چی شد؟ با همزه ساکن وصل شد. اما وقتی که در اینجا با وصل میکنیم، یعنی معذرت میخوام، یعنی وقف میکنیم و از اینجا شروع میکنیم، آن وقت چی؟ همین همزه ساکن مبدل به یای ساکن میشود. همین رو خواستم برای شما بفهمونم. و نگاه کنید ما الان درباره سوره احقاف آیت 4 برای شما فهموندیم که چه خیلی میشود. اون قاعده که ما گفتیم برای شما فهموندیم تنها در همون کلمه ای که در سوره احقاف آیت 4 آمدگی است. نگاه کنید همون کلمه در همین سوره یوسف آیت 5 هم آمدگی است. نگاه کنید اما او قاعده در اینجا با کار نمی رود. یعنی در اینجا ما حق وقف کردن نداریم که ما در اینجا او قاعده رو استفاده بریم. پس در اینجا چی میشد؟ او قاعده در این دخل ندارد. او قاعده ای که ما گذاشتیم تنها در سوره احقاف آیت 4 تنها در همون کلمه داخل است، اما در سوره یوسف آیت 50 در این کلمه دخول نیست، زیرا آنکه ما در اینجا حقی وصل کردن تنها داریم، حقی وقف کردن نداریم که در اینجا وقف کنیم و از اینجا شروع کنیم، زیرا آنکه در اینجا علامت وقف هم نیست و اینجا شروع کلمه است. فهمیدین؟ پس چی می شود در اینجا؟ در اینجا ما فقط حقی وصل کردن داریم. استعیذ بالله و قال الملك ائتونی به. فهمیدین؟ یعنی او قاعده ای که ما گذاشتیم تنها در سوره احقاف آیت 4 در همون کلمه دخول است، اما در اینجا دخول نزیرن که در اینجا ما فقط حقی وصل کردن داریم و فقط وصل میکنیم. این رو برای شما فهموندم، زیرا که وقتی که در اینجا روپرو شده اون وقت در ذهن شما یگان سوال پیدا نشود. در اینجا ما فقط وصل میکنیم. اما در سوره احقاف آیت 4 نگاه کنید. در سوره احقاف آیت 4 نگاه کنید. در اینجا هم حقی چی داریم؟ وقف کردن داریم که در اینجا وقف کنیم از اینجا شروع کنیم و هم حقی وصل کردن داریم. پس او قاعده که ما گذاشتیم تنها در همین سوره احقاف آیت 4 به همین کلمه دخول است. در دیگر
جا مقصد الان دیدیم که در سوره یوسف هم همین کلمه است، اما او قاعده که ما گذاشتیم تنها در همین سوره احقاف آیت 4 در همینجا دخول است، در سوره یوسف در او کلمه دخول نیست. خب همین رو خواستم برای شما بفهمونم ان شاء الله. و در اینجا ما درباره همین حمزه وصل ما گفتیم که وقتی که حمزه وصل دو کلمه رو وصل میکند پس حرکتش رو میدید. خب مقصد از حرکت دادن این نیست که مقصد به این ما قبلش، یعنی حرفی که پیش از حمزه وصل است حمزه وصل حرکتش رو به این دید، نه خیر، این حرف از خود حرکت دارد، یعنی حرکت خود دارد. مقصد از این که حمزه وصل حرکتش رو میدید مقصد از اون است که این یعنی حمزه وصل نابود می شود، هم خودش نابود می شود هم حرکتش خوانده نمی شود. مقصد از نابود شویش است، زیر وقتی که وصل میکند حمزه وصل اون وقت حمزه وصل نابود می شود، اما وقتی که حمزه وصل خوانده که شود اون وقت حمزه وصل حرکتش رو میگیرد و با حرکتش خوانده می شود. فهمیدین؟ یعنی حمزه وصل حرکت خودش رو دارد و ما قبلش حرکتی خودش رو دارد. حمزه وصل حرکتش رو با یکون حرف دیگر نمیدهد. مقصد از دادنش این است که یعنی نابود می شود حمزه وصل. امین. و یک نکته دیگر هم برای شما نشان دهم و بفهمونم که در قرآن‌های چاپ عربستان همون سوره احقاف آیت 4 به همین شکل مقصد گذاشته شدگی است، اما در قرآن‌های چاپ پاکستانی به این شکل است و ما فهمیدیم به شما که در کدام حالت این خیل خوانده میشه و در کدام حالت این خیل. وقتی که ما وصل میکنیم کلمه پیش از این کلمه دیگر که است، او کلمه رو که به این ما وصل میکنیم اون وقت چی میشد؟ همون کلمه رو با آخر همون حرف همون کلمه رو با همین چی حمزه ساکن وصل میکنیم. همین خیل نیست؟ خب اما وقتی که ما در اینجا وقف کنیم یعنی و از همین کلمه شروع کنیم اون وقت به همین شکل ما میخونیم، اما وقتی که ما وصل کنیم به این کلمه اون وقت به همین حمزه ساکن ما وصل میکنیم و میخونیم، اما وقتی که در اینجا وقف کنیم و از اینجا شروع کنیم پس به این شکل ما میخونیم. این رو برای چی برای شما نشون دادم؟ زیرا اینکه اگر شما قرآن‌های چاپ پاکستانی رو اگر شما تلاوت میکنید اون وقت در این حالت که شد در سوره احقاف آیت 4 که اینجا رو دیدید اون وقتی که وصلش کردین اون وقت چی میکنین؟ با حمزه ساکن وصلش میکنین، اما وقتی که در اینجا وقف کردید از اینجا شروع کردید پس با همین شکل میخونین. اما در قرآن‌های چاپ‌های عربی هم همین خیل اگر وصلش کردین در همین حمزه ساکن وصلش میکنین، اما اگر در اینجا وقف کردین و از همین کلمه شروع کردین پس با همین شکل میخونین، یعنی حمزه وصل حرکت زیر و حمزه ساکن مبدل به یای ساکن میشود و با اون شکل میخونیم، یعنی ایتونی فی السماوات ائتونی. انشالله امیدوارم که درس رو فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.